استالین برای همون رفیق بود. رفیق استالین بود. استالین از خودمون جدا نمی‌کردیم. رفیق جورابیک نظری بود، رفیق یوسف سالون استالین بود. همه برابر بودیم. برادر بودیم. به هر حال مفکورمون آرام، آسوده و غیره. یکی از جنایت‌های وزنی استالین این بود که وقتی که 6 از قسم سیاره رو ضبط کرده بود، در 6 قسم زمین سابق تودش رو به یک محبس تبدیل داده بود، به یک زندان انسانیت تبدیل داده بود که خب مردم دیگه با اونجا رابطه نداشتن. هر چی که استالین کرد به منفعت ملت، جامعه و غیره و غیره. نسبت به ملت تاجیک بسیار نظر خوشبینانه داشت، نظر نیک داشت، نظر پاک و آزاده داشت. ملت بسیار احترام می‌کرد. یکی از خیانت‌های نابخشودنی استالین برای ملت تاجیک همین بود که خط نیاگان ما رو از بین برد و محو بیسواده اعلان کرد، اما محو سواد شد در تاجیکستان. خب اما ادیبان و بزرگان ما رو از بین برد. گناهکار نبود، استالین گناهکار نبود. این سیاستمدارای زمانی یک زمره به قول همونهایی که به قول مردم دعوای دانشمندی میکردن روشنفکری، اشتباه از اینها بود. یکی از سبب‌های قتل قهرمان ملت تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور همین بود که صد راه هجوم پتوسکی به ولایت ختلان شد و با فرمان استالین با جرم همین حمایتی که از ملت کرد به قتل رسانده شد ظالمانه. این مردمی که خودشون معرخ اعلان میکنند و بعد هر چی که میگن بیهوده گویی ها میکنن، دروغ است. اگر یک نفر از بین رفته باشد حتما 1000 نفر میگویند. ما در تاریخ داریم که از سال 1949 از کرمل با دستور خود استالین فرمان داده شد که اون باید 400,000 نفر کشته میشدن. خب بعد این حکم اجرا شد، قریب 3000 مردم این کشور به هلاکت رسیدن، کشته شدن. مثلا شما در وادی قرادگین بده، تلفنگرام میشد که اناکه گروه بوسمچا، گروه بیشرفان دارن هجومتون میکنن. از اینجا خبر میدادن که ما قوه میفرستیم، ما فلان میکنیم که تنها بدا را محکوم کنه، خوبه ها را نگه داره. همین هم به شرافت استالین بزرگ بود. خب ما هم میدونیم که همه فرهنگ و بزرگان ما را و کتاب‌های ما را همه سوزاندن، نابود کردن. همه این به دستورات استالین و استالین معابها بود. خب مردم هم یک شعر می‌سرودن، سالهای تقریباً 20 سال 25 سال قبل همین شعر به یادم اومد. پشت ما را پشت‌های خاک داند در سیبیر، ما همه طوفان غمباران به تمکین بوده ایم. اکنون امروز ما میگیم که تاجیک به شرافت 70 سال حکومت شوروی تاجیک شد. این یقین بدونید. یادم است که وقتی که استالین رحلت کردن من 7 سال داشت، لیکن مشاهده کار بودم. از برای خدا می‌دونم که هر فردای ما از این روز بهتر. باید بیارید همون واقعه گلاداموری که در جمهوری اوکراین میگفتن، این نه تنها در اوکراین بلکه در تمام سابق اتحاد شوروی گلادامور، یعنی مردم از گرسنگی سنی از گرسنگی به هلاکت میرسیدن. استالین با هیچ کس برابر کردن نمیشد و در تاریخ 1400 ساله از برای خدا مثل استالین پاک، آزاده، سیاستمدار، جوانمرد نبود. استالین یگانه شخصیت دیکتاتور ظالم در تاریخ. ظالمیت او به درجه بود که وقتی سال 1953 از دنیا میگذره، تمام میلیون ها مردم سابق اتحاد شوروی از ترس ظاهرا گریه میکردن، اما در دل خود یک خرسندی هم داشتن.